تورم زیاد و افزایش قیمت مواد غذایی ایرانی‌ها را به تنگ آورده است. تخم که نیاز داشتیم اومدیم 95 تومن شونه خریدیم. آخرین بار 45 تومن بود دیگه، تقریبا 20 روز پیش بود 45 تومن بود، الان 2 برابرم رد کرده، 95 تومن خریدم. بعد کاهش یارانه‌ها در ایران نرخ همه گونه مواد نیاز اول 2 برابر بالا رفت. بستنی خریدم با چشم. بستنی که اون موقع شاید 50 تومن نمیدادم، الان 120,000 تومن پول دادم. بالاروی نرخ گندم در جهان ارزش نان و محصولات نانی را در این کشور هم بالا برد. با سبب تحریمات سخت اقتصادی امریکا، زندگی مردم زیاد در ایران به سختی می‌گذرد. ساکنان مقامات و مدیریت نادرست در بخش اقتصاد را سببگار اصلی بحران می‌دانند. این وضع هم باعث به اعتراض مردم علیه رئیس جمهور ابراهیم رئیسی شد. با راه بازداشت و قطع اینترنت، مقامات ایران این اعتراضها را خاموش کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، برای گروهی از ساکنان کمک مالی پیش بینی کرد. مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. اما اکثریت میگویند این مبلغ برای تامین زندگی کافی نیست. مادر من مستمره تامین اجتماعی، خرجش نمیرسه، بدبخت گذران زندگیش. خب در حالی که 4 گذاشتنش. مقامات تلاش دارند نرخ‌ها را تنظیم و نظارت کنند. تعزیرات هم راه به راه میاد گیر میده به ما. آقا این تخم مرغ چقدر اینقدر میگه، نمیگه آقا این تخم مرغ چقدر خریدی، فقط میگه باید بفروشی اینقدر. نمیگه اینو که خریدی از کجا خریدی، چقدر خریدی، برم اونجا سر بزنم. فقط میاد راه به راه چپ و راست میاد ما رو می‌نویسه. رئیس جمهور رئیسی گفت امید دارد که میزان تورم تا میانه‌های سال 2023 کاهش خواهد یافت. ولی برخی از تحلیلگران میگویند باید اصلاحات کلی صورت بگیرد. برید از این مملکت، بزنید این اقتصاد و این مملکت بدین دست کاردانش، بدین اقتصاددان، بدین مدیریت داشته باشه، مدیر باشن تو این مملکت به این غنی، به این ثروتمندی همه رو به خاک سیاه نشین، چه من کاسب، چه اون کارمند و چه کارگر.